ایده دارن حق زنان را میخورن، حق خواهران میخورن. جناب خدا قبول کنه جناب مولوی، هم 20 باره که به مکه مرون، هم 19 هم 20 بار قبول نبام کمرتون میخوره. تو حق خواهر را ندادی، کجا 20 بار میری به مکه؟ کجا میری تو؟ جناب خدا قبول کنه، نه دل جنگ باش. ها با دیگران یا قبول باشه قبول باشه، نه قبول نیه، برو خالق را. چرا قبول باشه قبول باشه؟ از کی یاد گرفتید شما؟ حق این بیچارگان را خوردید شما. زمین دادم جناب مولوی، زمین داده 3 سال سنگار مگر جمع کنم. هر زعفران میشه جناب مولوی، زمین پرسنگ، سنگ با دلیل چی میده؟ چون این سنگ داره، سنگ و ریگ سرد از زعفران گرمه، خوب گل میده. ها چند سال خورد زمین داده، چی پرسنگ، این بیچاره میتونه سنگار جمع کنه؟ ها چی داده برای حق بیچاره خوردی جناب؟ بعضا میگن حاجی خط قرمز ما هست. حاجی فوت کرده، همه وصیت کرده، چون لا وصیت لوارث، هم وصیت نامه حاجی لای بلا که بمته سطل زباله لغت کو. چی حاجی خط قرمز منه؟ لا وصیت لوارث حدیث صحیح موجوده. حاجی که همه رو بده به پسرها بده، دخترها محروم بشن. جناب مولوی اشکا خوب خدا قبر حاجی رو بیامرزه، وصیت حاجی خط قرمزه. نه هیچ خط نیه، مالا هست خط قرمز. تو حاجی میزنی هر 10 بار خدا اموات شما رو بیامرزه، حاجی رو هم بیامرزه. ها کجا وصیت برای وارث هست؟ علمای بزرگوار تشریف فرما هستن، بپرسید. شما که حق دختران را میخورید، بعضی به تقاضا از شما جمع بزرگوار دارم، تقاضا دارم از شما. با بعض مردا هستن جناب نق منن دل زن بچت میترمونن. چه کار منم؟ میگن که حق خور برو خونه سودی، حق خور پیر خونه سودی، نق خلاف غیرته. بگیرم مال خود خانمه. پس چرا ما بعضی خلاف غیرت کار نکنید؟ به زنان ظلم نکنید. اگر پدر و برادران ما بونا ظلم کرده، شما شوهرها مگه ظلم نکنید بر خانم؟ داره فقط حرف میزنه، نق میونه حرف که تو چرا حق خور نگرفتی؟ نگرفته. بگیرم مال خودش هست، مال من و شما نیست. این حق را چرا نظیر پاک کردن؟